میگم میخوای سوسکت کنم؟ اسم بازیه که امروز قراره کنار بچه‌ها با هم دیگه انجام بدیم. سلام، خیلی مخلصم. یه بازی مهیج و خفن که الان بهتون توضیح میدم. بازی سوسکی یک بازی کارتی ساده و جذاب است که در آن بازیکنان سعی می‌کنند با بلوف زدن و فریب دادن یکدیگر کارت‌های حشرات را از خود دور کنند. هدف اصلی این بازی این است که کارت‌های حشرات را به سایر بازیکنان پاس داده و آنها را در دام فریب انداخت. هر بازیکن در نوبت خود یک کارت را به پشت به بازیکن دیگری می‌دهد و نام یک حشره را به دروغ یا راست به او می‌گوید. اگر بازیکن مقابل ادعای بازیکن اول را باور کند کارت را میگیرد و اگر شک کند و درست گفته باشد کارت را به بازیکن اول برمیگرداند. بازیکنی که 4 کارت حشره مقابل خود داشته باشد بازنده است. قرار کسی که اول بشه 10 میلیون جایزه نقدی از ما بگیره. تو این ویدیو قراره کنار بچه‌ها بشینم و باهاشون بازی کنم. امیدوارم که از این جیب به اون جیب نشه. خیلی مخلصم. مرسی که ما رو نگاه میکنید. این خدمت شما امیر. من بازی رو شروع کنم؟ بفهم. اجازه دارم؟ با اجازهتون. بفهم. یه دونه قورباغه است. دروغ نگه. از من رد شد. راست میگه. قورباغه است. راست میگه قورباغه است. قورباغه است. بابا نگاه نکن. قورباغه بود. بله خواهش مرتضی جان بفهم. منم. مرتضی شما رفت تو عزیز پاچت. دلم من از رو من نه هر کی دوست داره میتونه با هر کی مولا بازی خانم کنه. یه زنبور عسل نیش نزنه. آقا حامد راست میگه زنبور. به نظرم بلوفه. من که دروغ نمیگم. بفرمایید بازی از شما شروع میشه. عجب موشیه فرستی. راست میگه. به سالار دادین؟ سالار جان بردار. راست میگه یه بلوف میزنه. موشه. خب ببینم. فری سالار. بله موش بود بفرمایید. دیگه دارید بذاری تو جوب اونو فرسا. سالار بازی با شما. سالار برو. برو نگفتم من شروع کنی یا برو. والا کاروان رفاقت با سالار معلوم نیست. قورباغه است. راست میگه قورباغه است. به کی دارید منی؟ به پریا. بلوف. مرسی. چرا همتون راست میگید؟ همه راست. بازی از شما صداقت شروع داره. میشه. بازی از مائده شروع میشه. نه ایشون بلوف. اشتباه گفتی بعد. عجب زنبوریه. عجب زنبوری آقا مهدی گفتم به شما. کجاش زنبوره؟ مگس آقا. مگس بود؟ آها مگس آقا حتی. از شما بازی شروع میشه. امیر میخوام یه مارمولک پشتی کنتور بهت بدم. کدوم همون دیگه. مارمولکه؟ آره. دیدی رو گفتی؟ مارمولک دومش هم بلنده. بگیر. بلوفه. بذار جلو. منم. میخوام یه دونه مگس بهتون بدم به شما. دیدیم خب همه. از اونایی که شب نمیذاره بخوابی. نه من نه. اون پشه بلوف. است. بلوفه میشه ببینی؟ مگس صبح میاد. پشه است. گفت بلوف. مگس. بله اشتباه گفت گفت. مگسیه که شبا مال نمیذاره چشاش بخوابه. بله. بله. خب یه موش خیلی خوشگله. موش خوشگل نمیشه که. چرا موش خوشگل همسته. همیشه. درسته موشه. مطمئنی؟ مرسی مرتضی. بذار جلو خود. احتمالاً موش جوبه. آقا بی احترامی داره میکنه. اون پایین گیر کرد. چه قورباغه. این پرشش به خاطر قورباغه بود. خودش پرید. باز شما پرستو جان. من 2 تا دارم. نه خب درست کرد.
چرا ناامید میشی؟ یه سوسک زشت. راست میگه. خب راست میگه بعد بزن. ای راست میگه بعد بزن اونجا. اینو کی داد به من؟ آی پشه باز ماهده من مگس باز ماید از سوسک نمیترسی؟ سوسک سوسکه. سالا جان فکر کنم با شما هست. چشاش چپ نیست که سوسکه بلوفه. آقامتی دروغ نمیگه. وای چه برعکسم خوابیده جنازه نگاش کن. ما رو میشه. بله؟ پشه. پشه عجب پشه ایه. عجب پشه ایه. عجب پشه پری. آخ پش است. پشه عجب پشه ایه. ببین پریا شروع میکنه. پشه تو ببرم. زنبوره. من؟ بله. بلوفه. مگس رو بگیر حالا. کلا زدی تو کار پشه و مگس. موش. رونالدینیو این رونالدو نه موش. موشه. دروغ نمیگه. موشه. موکل دارم انگار. بفهمید. خب موش دوست داشتی؟ یه مگس به شما بدم. مگسه. بله مگسه. چرا؟ یه دونه سوسک من به شما بدم. راست میگه. بلوف. ماهد مگسه. مگسه. با شماست. مگسه. مگس نیست. بلوف گفت نه میزنی. گفت مگسه. بلوف میزنی. مگس. وقتی میگی مگسه میگم آفرین. یعنی من با تو هم. شما این. سالا خیلی داری منو حال میکنی. تو با کی بالاخره؟ با منی؟ رفیقیم چی؟ من میگم بلوفه. امروز سالار مشخص نیست اکلی. خب همینو گفتم. فقط میخواد ببره. 10 تومنو میخوای؟ من فهمیدم دردت چیه. این سوسیه رو نگاه چقدر ناز خوابیده. آفتاب سایه رو نگاه سایه چیزه. یه شم جلوش باشه. سولار بوده. قورباغه است. درسته قورباغه است. مرسی. بفرمایید خواهش. بذار جلوت. پشه است. بگیرش پرواز نکنه. راست میگه پشه. این پس مگس پشه لاغرا است. میشد پشه؟ فرشان بذار جلوت قورباغه بود. قورباغه است. همه قورباغه است. نمیدونی چه پایی داره اینجوریه. چند تا باده؟ 8 باغه است بود. قورباغه نیست. قورباغه شد. همه قورباغه است. بابا ول کن دیگه. قورباغه است. میدادی یکی دیگه. چرا؟ قورباغه بود پشه خورده بود گفت. مارمولکه. خانم امیدی مارمولک نی. یعنی چی؟ معاملت نیست. خب جایی نه باید باید نگی اسم باشه. حیوانو. پشه است. فکر کردی گفتی. داره بلوف میزنه. فکر کرد گفت پش است. خیلی حرفه‌ای فکر کردم. تو من میخوای بدی؟ تو داغش؟ نه من رد میکنم تو بده. آره. مگس دادم. ماشتی تو به من دروغ نمیگی که سوسکه داداش. عوضی تو. سوسک نی. نه الان بلوفه؟ آره دیگه گفتم سوسک نی. ما برگردونده بودی؟ بازی از شما شروع میشه.
رو گفتی ولی من داشتم دیدی رو گفتی؟ موشه. موشه؟ بله. موشه. گفتم یه سوسکی هم داشته باشی. جانور شناسی زدی. بده. بذار یه موش بهت بدم. بده. موش نیست. امین. همین خیلی داداش. آقا من استو بیا. یه دقیقه وایسا. بیا مگسه. مگسه. بله خداحافظی میکنیم از امین عزیز. سه تا قورباغه و خدا نگهدار. امین دوست داشتنی. امین دوست داشتنی. امین دوست داشتنی. واقعا متاسفم امینو از دست دادیم. من یه بازی بکنم با پرستو، یه قورباغه به شما بدم. صدا قورباغه بود. راست میگه. خواهی راست میگم شما بس. بذار جلوت. وای. بله قورباغه بود. شک داره سالا رو نگاه میکنه. یه ملخ. آقا مهدی. یکم نگاه کن. نه نیدم به خدا. خب وای من. کارتای خودتو برای چی برمی داری؟ داره تمرکز میکنه. خانم امیدی. عجب ملخیه. بهید بدم به کی؟ همین کاری که آقا مهدی با من کرد. رونالدینیو. ملخه. عجب چیه؟ ملخیه. داری بلوف میزنی. بذار جلو. امیر بازی با تو. خب از سالار دریغ نشد دیگه یادتون نره. عجب قورباغه‌ایه. راستی عجب قورباغه. راست میگم منم دیدم اون موقع خوش به عوض صداقت کن. میمد جلو. ما میدونیم. بعد بگم پریان گفت نه عجب سوسیه. عجب قورباغه‌ایه پریا. این دیگه بلوف. درسته فکر کنم. بلوف. میتونی نگاه کنی به درست. چه درست. درسته. بذار جلوت. بعدی کی دوست داره باشه؟ خانم امیدی. خانم امیدی. سالار. بده من. بدم تو که باید بزنم جلو خودم. نه پشس عجب پری هم داره. واقعا. و مگس. ملخه. پشه که عجب پری داره پشه. ملخ. بذار جلوت. نه دیگه. درست کن. درست کن. بذار جلو. بذار رو پشه. بذار رو پشه. آره. ببن. پریا جون. یه مارمولک. کاش قیافه چیزو تو ادیت در بیارن امیرو. اینجوری کرد. یه گفت مگس. هر کی با من در آقا بیفته هستش میکنم. داشت میگه به من نده کارتو. گفتن که چه مارمولکیه بله. درسته. ایشون گفت دروغ میگم. پشه است. مگس. مگسه گفتن. ایشون من گفتن دادی؟ مارمولک، پریا گفت که مگسه. شما بده به یکی دیگه. نه دیگه مگس. نه نمی‌گم. نگاه دیگه، کرد. چیه؟ مگسه. نه مارمولکی بزنین جلو. بازی از شما شروع میشه. دروغگویی میکنی نه؟ بابت دست قبل ببخشید پریا. خواهش میکنم. موشه. منه؟ آره. بردا موشه. شروع شد. موشه جوبه یا آزمایشگاهی؟ آزمایشگاهیه. سالا اگه خوشگله. موش بود نگه تو ببریم کباب یه بخوریم. دقیقه اصلا مرسش شما هم چی میگه؟ موشه. وای سوسکه ببین. سوسکه. اون انگار پریا بازی رو شروع میکنه. داره میذاشی آفتاب زنگ می‌زنه. میزدیم امین موکلشو حس میآورد. شیشم یه مقدار. داره نگاه میکنه توش دنبال موش بگن. برو پریا. موشه. اینو برو رو حس پنجم. دست بابام با دست صحبت هرچی گفت موشه. نگاه کن بده به یکی دیگه. فعلا من چیزی نمیگم. سالار تو رو امام حسین من 2 تا دارم هر کی با من در بیفته در جا حذفش میکنم به جز سالار. موشه. میشه. بله. میشه دیگه. برگرد. خب باید بدیم به خودش. بله. درست گفتی. خانم هممون درست گفت. نه شما بازی از مایده شقب بره. ولی اسمم سنگیزا. من؟ نه فرنوش. فرنوش پشه است. فرنوش پشه معروف.
راست میگه پشه. پشه نیست بلوفه. مرسی. بذار پشه. جلو. سه تا خدا خب فرنوش بازی رو شروع می‌کنه. موشه. موشا همه مال تو. سوسکه. سالار پشه اعتماد کن. نباشه. اعتماد کن. سوسیه. اعتماد کن من نمیخوام تو هستی. دروغ میگه این سیر سرکه. بلوفه. بذار جلو. این چرا این سوسکه این شکلی این شکلی؟ اولای در مونده. بازی از گفتم سالا. اعتماد کن. یه گوشه نشستیم ما. خانم پرستو موشه. نگاه کردی؟ نه همینجوری دارم میگم. وای چی گفت؟ از دست کارت خودته؟ بله. نه یه دونه از امیر گرفت. میخوام برش گردونم. خب بعد آره. چه سوالی بود؟ نه مارمولکه. خورد تو دست انداز. خب مارمولک اونجا داری؟ نه آره، آره یه کلکسیون داره. درسته مارمولک. موشمولک آمد. خب بازی از خودمه. پشه است. بردار یکی دیگه. باید بگی آره ولی فکر کنم سوسکه. راست ریسک بده نکن. خانم امیدی. بده خانم سوس امیدی. داره؟ نه. چیکار باشه. وای. بده به خانم امیدی. بده به خانم امیدی. اون نکن برداری. در هر صورت باختار نگاه. اون پشه نکن. بغلته. پشه است. سوسکه. پشه است. درسته پشه است. سوسکه. سوس. قورباغه. بچه‌ها ساکت. قورباغه محل شما این شکلیه؟ قورباغه است. حالا بد شد. قورباغه است؟ قورباغه نیست اسم میکنه. میشه خب نشون برگرد. بدیم برگرد رو. ولی قورباغه. بذار قورباغه. بذار یه قورباغه. قور دیگه بدیم رفتا. سالار بازی از تو. برو. زنبوره. اونو فقط آروم بر دست نیش نزنه. وای اینا رو میگم میدم به خودم ندی فقط تو رو قرآن. تو رو راست قرآن میگه، نکن زنبوره. این کارو نکن این زنبوره. کارو. زنبوره. بذار جلوش. بگیر زنبوره نیست چیه؟ امیدی. لا اله الا بابا دستتو بیار پایین الان این من یه دونه واقعا- این چیه؟ همه اینه که دیدن. داره آفتاب میگیره. سوس نیست. بلو. خب چه حیوانیه؟ مارمولک. مارمولک. سوس بود. قورباغه است. نه بابا. قورباغه نیست مارمولک. داداشمی الان میدادش. چشامی ها. ولی قورباغه نیست مارمولک. مارمولکه؟ بلوفه. بلوف. بذار جلوت پس. خب درسته هنو برگرد. گفتم به من اعتماد کن من دارم. مارمولک. خب سالار بازی از تو. ولی بس کن دیگه. پشه است. پشه است؟ نگاه کن بده. یه عجب پری داره. پشه است. بلو. بذار برگردم جلوت. بذار آقا من جلو. کارت داشتم ندارم. حذف می‌شدم. کارت نداری من 6 تا به شما کارت. قورباغه است. قورباغه است. وای من. قورباغه است. مرتضی تو. من بازیش کنم. خب. خانم ماده. سوسی. از هر کارتی 6 تا داری ها. از هر شیشی کارت داره. این چه کاری بود؟ چه کاری بود؟ بلوفه بابا بازیه. ما خودم بازیگریم جلو بلاگر آخه. ساکت بده شو ما الان بینا. میفهمم. بده ما بینا. بده ما بینا بده خانم. خانم امیدی. نیستم. خانم امیدی سوسکه.
آره یا نه؟ سوسکه. ببینم واقعا سوس چسبونده بودی؟ ندیو برای بعد ماهد خانمی رو بذارین جلو تو ببخش پلاستیکیه. همه بردار همه رنگ این چه تمام کاری پلاستیکی بود؟ کجا بود؟ آقا مهدی قورباغه است. خب بس میزو خراب میکنه. قورباغه است. نون تموم شده که تموم شده یا کریم قورباغه چیه؟ راست میگه قورباغه است. خب من میتونم رد کنم؟ نه دیگه. نکنم نه. آه. قورباغه است بله بذار اینجا. ببخشید مرسی خواهش میکنم. نه ملخه آقا آره تو گفتی قورباغه سیس برنده برای 2 ثانیه که شد پدرخوانده رو تجربه کردم اون یه پرس برنج بیارم با نهار اوکی ترشی ماهده موشه. راست میگه موشه. موشه موش نیست. بذار به مشتک. ملخه. ملخ. چون دیده بودی دستمونه. اون با فوت میره بیرون یه قورباغه برو. من بچه بده فرنوش بیدم فرنوش بگی تو به باش رو خودش هر چی بگی رفته بیرون. بقیه. ملخ. منو بدی. ملخ. ملخ. مرسی. خدافظ. خدا دلوار ماهده ملخ بود چیه؟ زنبور صدا معمولکه دیگه زنبور؟ زنبوره خب سوسکه سوسک نیست چی هست؟ خب چی هست؟ هست بلوف. بذار جلو همین بازی کن همین بازی کن همین با من یه پشه برسونی من خدا رو بندازیم بیرون یه با من پشه بازی کن من می‌خواستم بسوزونم بازی کن آره بازی کن سوس داره موشه نه بابا زنبوره زنبور. اوکی برو بازی با شماست شما شروع میشه چیکار کردی؟ چیکار می‌کنی؟ پشه است. پشه افسردگی دست گرفت. جورت نداره نه. پشه است پیفافو بیارم پشه است چی بود؟ مارمولک من بله شما بله بله چه خوشحال شد. شیش پکه تا نبود برای مارمولک بود ولی گذاشت اونجا. آره من احساس میکنم اصلا همین خانم در پریانا صورت تو بازی نیستن کسی باشون بازی نمیکنه. آره الان باید یادشون مارمولک. مارمولکه؟ او سب کن یه لحظه وام قرآن میره وام میره. یه دست با من سوسکه سوسکه آی می‌کنم. وای نه همینو کم داشتم خب مرتضی ملخ مرتضی پشه پاشاست پشه است چه پشه یه همین بابا چرا؟ طبق عادت دمش حواسم نبود نمیتونی نگاه کنی همین آره، جا آره. وای بلوف یا درست یه ذره به من کمک اعتماد کن داری؟ به من اعتماد داری؟ درست میگی ببینیم خب میشه ببینیم پشه است بذار جلوت مرتضی امیر بازی از تو شروع میشه بگی ملخا خب دید دیگه ملخ. دست تو بردی بالا نه ندید ملخ میدونم ملخه بلوف میزن.
یه لحظه بذار جا سوس امیر بله خداحافظ راستیشون ندی خداحافظ خدافه خداحافظ لا خیر نداری های امیرم هست مگسه. بابا نه بله باشه خود شما. چه مگسی مگس افتاد. مگس افتاد. هیچکی ندید به جز من. جدی چه مگسی خانم پریا مگسه. ندید پریا بازی رو شروع کنه پریا زد کرده با حیواناش به جز پریا دیگه، پریا قدش بلند از اونجا دید. راست میگه. پشست. راست میگه پشه. بلوف. میشه ببینیم راست گفت. پشه بود. درست بود مبینا یه بازی بارم می‌کنه راست میگیم ما. پریا شما آمد زنبوره. ای وای سالم. دروغ گفت موشه یه سب من اینجا به من اعتماد داری؟ نه بابا بیا برو اون خدای من رو به تو که اصلا الهی علم. بلوف آمد صادقانه آقای بهت حیوانات گفتم. شدی یا؟ من صادقانه آره بهت- چی میخوای دایی صادقانه بهت گفته بودم موش الان کیلو صادقانه چنده؟ داریم دیگه صادقانه بهت گفته بودم دمت گرم. پشست چه پشی. بلوف. بله اینجای برنامه رو میسپاریم که با آقا حامد تبریک خدافظی میکنیم امیدوارم که ساب گیم اینجای با. بازی لذت برده باشید خدا چه چیزی نگهدار. نمیگی چرا چیزی نمیگی من باختم. چرا چیزی منم باختم. نمیگی چرا برو یا علی ساب گیم خب بچه‌ها. حذف شد. بچه‌ها جمع کنید گل یا پوچ بازی کنید. مگس. بله من بله خود شما. بله. با منی؟ کسی دیگه اینجاست؟ ببینم بذار ببینم چیزی نگو بو نمو خواب صدا تو بشنوم سالم. دنده داد بذار جلو خود. چه مگسیه پریا تنها تو این حیات وحش نریا نریا. بچه‌های محل گرگن پشه عشق من میدستان. اونجا جمعش چی مدزدون. شد؟ مگسه. آقا قبول نیست موکل. این مگس شناسی خونده هرچی مگس بهش میگم میگه مگسه بده پسرها برن بیرون دیگه. مارمولک. شما دختر میترسی از این جونه برای بخاطر همین موشه. بله بلوفه. بذار جلو بلوفه برداری. وقت ما برای چی؟ به موچ به بندازم خاطر همه این ملخ. ملخه. بازی داره اساس میشه موشه. کی داد؟ من دادم. موشه؟ به این اعتماد داری؟ موشه. نباید اعتماد. من دیگه چشم اعتماد موشه. فرزه چند موش داری؟ بلوفه. بذار جلو. موشا جمع کن جوب تو یه پشه بدم میری بیرون. پشه است. اکثر بگم بالا فضل‌تر بگو مرد نبگو. بابا تو نگاه کردی یا دروغ میگی نگاه نکردی ما به اینا چی گفتی شما؟ پشه است. پشه است خانم امیدی. پشه است آقا این همه داره تمام شد. ای بابا. عجب سوسکیه بلوف. بزن جلو سوسکت سوس بود. من واقعا فکر کردم پشه است. اینکو بزن شما نه حواسم نبود. خب عجب سوسکیه خانم پرستو قورباغه است. بلوفه. با خانم پرستو هم خدافظی میکنیم برای چی؟ سه تا مارمولکه. مارمولکات شد سه تا. مرسی اینجوری است این زنبور برای شما.
زنبور نیست، مارمولک. مارمولک. از خدا بغل نگهدار. زنبوره. خداحافظ نه سالا. موش داشت. تک مگه زنبوره؟ زنبور نیست؟ نه اون ملکه است. خیلی ناراحت شدم. یکم برید این الان با خودم خداحافظی میشه. باغ وحش و اینا نگاه کنید، حیونا رو داشته باشید. نه از راز اینجا بغل. آخه شبیه. چه خوشحال شدم الان. منم. بفرمایید. شوخی می‌کنم. الان میدم بیرون. شوخی کردم. آقا سالار. با من شوخو نکن. یه پشه و یه مگس. فعلا پولش بزن وضعیت بده بیرون. فرنوش موش و از همه چند تا بهتره. جانور. تو که به من نزن. بذار فرقی با هم دیگه. نمی‌کنه. بفهم. آقا اجازه میدین؟ بفهم. مگسه. مقصه. چه مگسیه؟ مگس شناسم نمیدونستی. راست مگسه. بذار بغل مقصد. یه معمولک هم به جون ورد اضافه شد. خب بذار هر من بذار موقع سری گفتم کنم. اعتماد نکردیش. عجب حسنی سوسکیه. دروغگو شدی. راست میگه سوسکه. بلوف. خداحافظی میکنیم با خانم مبینا. به به. بچه‌ها یک دانه دارن کم میشن. خدا نگهدار. خداحافظ. خونه بحثش بود. عجب موشی. نفس ها در سینه حبس شده. آمنتی موشه. موشه. احساس میکنم با سالارم باید خداحافظی کنم. خداحافظ. برای چی خدا قرار حافظ. بودی تو باچه من؟ خداحافظ. اول گفت خانم خنده شد باز. پریا قورباغه است. شما آخر بازی که میشه همیشه بلوف میزنی. قورباغه نیست. واقعا قورباغه بود. آقا حاضر نفر 2500 بین خودم تقسیم کنیم یا نه بازی کنیم؟ نفری؟ 2500. من به 10 هم نیاز دارم. چی میگی؟ آره. یه قورباغه دیگه هم بدیم خداحافظی کنیم با شما. بابا میشه منو ول کنید. عجب قورباغه ایه. خدا باشه. احساس میکنم اینجا با یکی خداحافظی کنیم، درست میگه؟ بله. قورباغه است. من نمیدونم. مولک بود. شما این. پشه است. پشه است. ملخ بود. چون نگاه نکرده. موش. پشه است. پشه است. قورباغه بود. خیلی بوم خونسا داری میکنیم. چقدر سادم. فرنوش کم عقل، فرنوش، کم عقل. ما از تو این قسمت از برنامه خداحافظی میکنیم با چی میگی؟ پریا. آها. قورباغه است. مثل اون مگس رو بهش دقت کنیم. ای بابا. مرتضی بابا. ولم کن. پشه است. دیگه پشه است. قورباغه بود. با فرنوش خانم امیدی. خدا حافظ گلناز. لبت بخنده شد باز. امیدوارم دوست من تو رو ببینمت باز. خدا حافظ. آقا نفری 3333 اوکیه؟ نه. نه پس برو 10 تومن. پشه است. بله؟ پشه. باشه. بگم نه مگس بزن. مگسیه. پشه است. مگس ها. یه خود دقت کن. بلو. افتخار آقا مرتضی. آقا بلو. آقا ببر. ده به شما میرسه. ببینم قورباغه دارم. 50 تا ورق تو دستته. چرا خسی‌ها؟ مارمولک. بیشتر شبیه لاک پشت بود. مارمولکه؟ آره. درست. آره.
مارمولک. این دیگه درست. درست بود دیگه. واو. خب احساس میکنم به فینال رسیدیم. سلام عرض شد. وقتتون بخیر باشه. اجازه هست من بله، بشینم؟ گفتم دیگه داره تموم میشه. من که حذف شدم. موشه. موش آقا مهدی 2 تا داره. ریسکه دیگه. بلوفه. زنبوره. زنبور بود. من دیگه نفسم برو نمیاد. مهدی میتونی قورباغه است. اوه. زنبور باشه چی؟ نیش میزنه. درسته. قورباغه است. زنبور بود و تموم. مهدی طرف تبریزی تمام برنده کشوران میشه. سرزمینم. باریکلا. گفتم تو بلدی. زنبور رو دادی. سوسیشون کردم. یعنی سطح من خیلی بالاتر از این بازی هستش. به نظر من باید مسابقات جهانی شرکت کنم. خیلی ضعیفم. بازی تموم شد. تو فینال مهدی پریا رو برد و نفر اول مسابقه شد. به افتخارش دست بزنید. مرسی از همه بچه‌هایی که کنارمون بودن. دم شما گرم که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. یا علی مدد. خیلی بدی. خیلی بدی.